عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وعمل صالح وحينا حياة طيبة والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين ولجميع المسلمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. على الخصوص پروردگارا گذشتگان بابای هاجر پروردگارا، على الخصوص پدر شما حاجی عبدالمجید پروردگارا، این مولود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در اینجا خوانده شد. این امرهای معروف، این نهای منکر، این صدقات ها پروردگارا روش و قبل شما پروردگارا پر نور بگردان، جا شما جنت بگردان پروردگارا. خدای بابای حاجی را عمر دراز با برکت، سعادت دارین را پروردگارا و یک این خاندان نصیب و رزق فرما پروردگارا. گذشتگان همه جمعیت ما را پروردگارا، پدران و مادران همه جمعیت ما را، گذشتگان ما و شما را پروردگار قلبهاشون پر نور، جاهاشون را جنت بگردان پروردگارا. باشندگان همه جمعیت ما را مورد دراز با برکت و سعادت دارین نصیب شد بگردان. علل خصوص این خاندان که سبب جمعیت ما شدند پروردگارا، گذشتگان گناهانشان را، پدران و مادران و اجدادانشان را پروردگارا رحمت جاهاشون را جنت بگردان. باشندگان خاندانشان عمر دراز با برکت، سعادت دارین پروردگارا و یک این خاندان نصیب رزق فرما. محمد یا فیاض من جمیع البلاء والامراض بفضلك وكرمك يا اکرم اکرمین و یا خیر ناصرین و صلی الله علی خیر خلق محمد و آله اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، یک حدیث برای شما بیان میارم. برادرمان داملا گپ زدن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابو طالب را گفتند که قول لا اله الا الله احاج لك عند الله. گفت ای عم جان، ای عمک جان، گفت همین یک کلمه بگو لا اله الا الله احاج لك عند الله. حجت آری کنم در نزد الله که عم من چی لا اله الا الله گفت. فابا قال انا من ملت عبدالمطلب. گفت من در دین بابام. گفت همیجا روی گردان. در بعد فتح مکه ابو قحافه پدر حضرت ابوبکر صدیق آورد دستاش در دستای پیغمبر گذاشت. ابوبکر صدیق گریان شد. گفت یا صدیق، یا صدیق. پیغمبر گفت ای صدیق چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، تو وقتی خرسندی ای، پدرت مسلمان شد ای ساله، چرا گریه میکنی؟ گفت گریه من برای شما یا رسول الله. گفت برای چی؟ گفت میخواستم همین لحظه ها ابو طالب دستاش در دستای تو میمون مسلمان میشد، زیرا تو میگوی، خودت میفرمایی اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو دوست میداشتی که همین من مسلمان شود. تو این را دوست میخواستم همین لحظه دستاش ابو طالب میماند و مسلمان میشد. اما متاسفانه گفت ابو طالب دستاش در دستای تو نماند و مسلمان نشد، پدری من مسلمان شد. این درباره چیه صدیق اکبر که تمام امت ایمان شد در یک ترای ترازو مانند، ایمان صدیق در یک ترای ترازو ایمان ابوبکر غلبه میکنه بر تمام ایمان تمام امت. چگونه گفتند در غار ثور گریه صدیق برای خودش نبود. او یا رسول الله، تو کشته شوی و نسل‌های آینده دین نمیرسه. گریه من برای همین است.
صدیق اکبر در گوش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله گریان. برای چی؟ صدیق پیغمبر از جانش بالاتر دوست می داشت. نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، خدا میگه برای مؤمنان از جانشون قیمت‌تر پیغمبر شونه. صحابه ها جانهاشونه، مالهاشونه، هستیشونه دادن برای پیغمبر. گفتن یا رسول الله ابی و امی فداک، پدر و مادرم فدای تو. برای ذکرم یک تمثیلتون میارم. خیلی برادران الله گفتن فاذکرونی اذکرکم. من یک قصه میارم که در زمان پیغمبر یک صحابه به نام خدیر بود. خدیر یک جوان بود، جوانی تر و تازه. پیغمبر یک سریه را به جنگ رایی کرد. خودش سریه کلان چی را میگویم داملا همون لشکر نمیگن پیغمبر در اوج چی حضور ندارد. همین خدیر را در یک سریه رایی کرد. خدیر را پیغمبر از یادش برآمد که توشه را هوش بکید. توشه را هوش بکید. خدیر را اینجا چکار کرد؟ یادم چی نبود. اگر ما باشه بگیم درم یا رسول الله و حضرت اکه درم ما را یکم چی بودید؟ لیکن صابرا محتسبا در راه خودش ادامه داد. لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله والحمد لله. لا برای خدای رو برپرستان. کبرا گفت چی ذکر میکند که خداوند جبرائیل و سراغ ما فرستاد. جبرائیل امین آمد. وقتی بعد مرگ پیغمبر جبرائیل دیگه به سراغ ما نمی آید. همین است. جبرائیل امین آمد و پیغمبر سلام رسانید. این صحابه را روی کرد. این صحابه را که خدای در یک جا نشستگی کناره از همون لشکر ایستادگی همین ذکر کرده ایست لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله والحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله. همین کرده ایست. همون بیچارگی و گشنگی و ناتوانیم من یاد کردی. ای الله کار کن خدای تو امرو آباد تو فراموش نکنه. ای الله تو کار انجام بده که یک در دل من مهر خود همیشه انداز که من خدای تو ابدالآباد دیگه فراموش نکنه. و آمد صحابه پیغمبر خدا گفت آیا وسیع آسمان نگاه نکردی؟ گفت نه یا رسول الله. گفت وسیع آسمان نگاه میکردی ذکر خدای ما بین زمین و آسمان نورانی گرداندگی بود. اگر نگاه میکردی وسیع آسمان ذکر خدای ما بین زمین و آسمان را نورانی گرداندگی بود. تو وسیع آسمان نگاه میکردی. برای همون شاعر میگوید که ذکر حق کن تا که حق یادت کند، بندگی کن تا که آزادت کند. وقتی رفتن در رسد همه میسازن سفر. توشه از قرآن بگیره تا عدل رحمان کنید. برای برادران عزیز روز قیامت روز چی است؟ روز عمل است. روز پدر نیست. من اتبی عمل ولم یسرع بی نسبوب و پیغمبر. هر کسی در عمل تقصیری کنه نسبش او را داخل جنتش نمیگرداند. عبدالرحمن جامیه میگوید بنده ایش شو ترک نسب کن جامی که در این راه فلان ابن فلانی کار نیست. نگو بگو بچه ایشان و پیرو ایشان نباشید. نگو که من اولاد پیغمبر سیزاده و پیرو پیغمبر نباشید. والله که رو سیاه میخیزه در روز قیامت. یا و تبیض الوجوه و تسود الوجوه میگه خدا. بعضی روی ها زیبا میخیزن، بعضی روی ها در روز قیامت سیاه میخیزن. این معلوم است شاه مفسرین عبدالله ابن عباس صل على محمد وآل محمد صل على محمد وأصحاب
محمد. مسلمان چرا زار و حیران شدی، به طوفان ذلت تو ویران شدی، به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی. مسلمان چرا زار و حیران شدی، به طوفان ذلت تو ویران شدی، به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی. کمین گشت دشمن برای شما، چرا غافلت مکر شیطان شدی. زمان لبت غنچه‌ای خنده بود، چرا ای برادر تو گریان شدی. کمی گشت دشمن برای شما، چرا غافلت مکر شیطان شدی. زمان لبت غنچه‌ای خنده بود، چرا ای برادر تو گریان شدی. به وحدت خروشان تو بودی چو بحر، چرا خطره گشتی و پینان شدی. چراغی هدایت خموش است و تو کنون